اهرام مصر این سازه‌های شگفت انگیز نه تنها نماد قدرت فرعون‌ها بلکه رازهای عمیق و جالبی در دل خود دارند. آیا می دانستید که بزرگترین هرم خوفو حدود 2.3 میلیون بلوک سنگی دارد و هر کدام از این بلوک‌ها به طور متوسط 2.5 تن وزن دارد؟ این یعنی مهارت‌های مهندسی و کارتیمی فوق‌العاده‌ای در آن زمان وجود داشته است. یکی از رازهای جالب این است که اهرام به گونه‌ای طراحی شدند که با دخت به ستاره‌ها و خورشید مرتبط هستند. این نشان می‌دهد که مصریان باستان دانش عمیقی از نجوم داشتند. همچنین درون این اهرامه اتاق‌های مخفی و راهروهای پیچیده‌ای وجود دارد که هنوز هم بسیاری از آنها ناشناخته مانده‌اند. شاید یکی از بزرگترین معماها چگونگی حمل و نقل این سنگ‌های عظیم باشد. برخی معتقدند که از آب برای لغزاندن سنگ‌ها استفاده می‌کردند، در حالی که دیگران به روش‌های نوآورانه‌ای مانند چرخ‌های چوبی اشاره می‌کنند. اهرام مصر